سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قسمت هفتم خوش اومدید. تو این قسمت که بخش چهارم و پایانی موسیقی دوران تیموریان هست، قراره که در مورد اصناف تصانیف صحبت بکنیم. این نکته هم بگم که در قسمت بعدی همچنان به برخی نکات از موسیقی این دوران اشاره خواهیم کرد، اما اون قسمت تحت عنوان رهیافت سنتگرایانه خواهد بود و به ویژگی‌های این رهیافت هم خواهیم پرداخت. قبل از اینکه بخوایم به صورت مشخص در مورد اصناف تصانیف و فرم‌های موسیقی این دوران صحبت بکنیم، لازمه که چند نکته رو از اصطلاحات فنی مربوط به این مبحث بشناسیم. به طور کلی در رسالات موسیقایی دوران تیموریان فرم‌های موسیقایی مختلف تحت عنوان اصناف تصانیف یا اقسام الحان شناخته میشن. بنایی الحان رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه، یکی الحان موزون و دیگری الحان غیر موزون یا نواخت. الحان موزون خب در واقع آهنگ‌هایی هستن که دارای دوری از ادوار ایقاعی باشن که در قسمت قبلی باشون آشنا شدیم. غیر موزون هم همونطور که از عنوانش مشخص هست، آهنگی که مقید به ادوار ایقاعی نباشه. مراغی هم اجرای الحان یا ادای الحان رو که بدون ادوار ایقاعی باشند، مثل غزلخوانی ها، نثر نغمات مینامه و ادای اونها رو به صورت مقید به ادوار ایقاعی رو نظم نغمات معرفی میکنه، شبیه به چیزی که در ادبیات هم داریم. بنابراین میتونیم مفاهیم نواخت و نثر نغمات رو با مفهوم آواز امروزی که در موسیقی معاصر ایران ازش استفاده میکنیم مقایسه بکنیم. خب فرم‌های موسیقایی یا اقسام تصانیف به صورت کلی به دو دسته خرد ساختار یا کلان ساختار قابل تقسیم هستن و هر کدوم از اینها هم فرم‌های آوازی و سازی مخصوص به خودشون رو خواهند داشت. قبل از اینکه شروع بکنیم دو تا منبع برای مطالعه معرفی میکنم. یکی که در واقع همون منبعی بود که ما در بخش‌های قبلی موسیقی دوران تیموریان هم بهش اشاره کرده بودیم. اون دو منبعی که الان بهشون اشاره میکنم منابعی هست که علاوه بر اون منبع میتونید مطالعه بکنید. یکی مدخل تصنیف در موسیقی نوشته ساسان فاطمی هست که مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر کرده و دیگری هم اصناف تصانیف در رسالات بنایی و مراغی هست که بابک خضرایی در فصلنامه شماره 21 ماهور منتشر کرده. پیشنهاد میکنم حتما برای درک بهتر این موضوعات به این دو منبع مراجعه بکنید. خب همونطور که گفتم میخوایم به یک سری از اصطلاحات به کار رفته در مبحث اقسام تصانیف بپردازیم. در فرم‌های آوازی شمار و ویژگی الحان متمایز مشخص بوده و عالی‌ترین فرم‌های آوازی خردساختاری 3 تا لحن اصلی رو داشته. اولی طریقه‌های جدول و مطلع بوده که به سرخانه هم گفته میشه. دومی صوت یا بیت الوسط یا صوت الوسط هستش که بهش میانخانه هم گفته میشه و آخری تشییع یا بازگشت و در برخی روایات بازگوی هستش. هر سه اینها در فرم‌هایی که جلوتر باشون سر و کار خواهیم داشت به نوعی به کار میرن یا بعضن به کار هم نمیرن. مفهوم بعدی ترجیبند لحن هستش که بخشی از لحن طریقه ها هست، همون سرخانه ها که در طی قطعه و در محل های معینی تکرار می شده، دقیقا مثل ترجیبند یک شعر و عامل وحدت بخش فرم در موسیقی این دوران به حساب می اومده. طریقه ها چه جدول و چه مطلع لحن واحدی داشتن، معمولا یک بیت رو پوشش میدادن و تنها تفاوتشون در کلام اونها بوده. برای مثال وقتی که بیت اول با این لحن خونده می شده اون رو طریقه جدول یا سرخانه اول می نامیدن و هنگامی که بیت دوم با اون لحن خونده می شده اون رو طریقه مطلع یا سرخانه دوم نامگذاری می کردن.
مفهوم بعدی صوت یا بیت الوسط یا همون میانخانه هست که لحن جداگانه‌ایه که برای بیت سوم در نظر گرفته می‌شده. دو تا مفهوم قبلی که بهش اشاره کردیم برای بیت‌های اول و دوم بود و میانخانه برای بیت سوم. بعد از اون هم معمولا لحنی بر روی هجاهای بی‌معنا مثل آها، ناتا و امثال اون ساخته می‌شده که به آن نقش ملصقه گفته می‌شده و بعد از اون لحن حالا به طریقه برمیگشت که این بار روی بیت چهارم خونده میشه. و مفهوم پایانی تشییع هست که حالا برخلاف اون چیزی که از عنوانش مشخصه و اصطلاح بازگشت رو داره تداعی میکنه، الزاماً به مفهوم خاصی بر نمیگشته، بلکه مسائل لحنی تازه‌ای هستش که یا بر روی الفاظ و ارکان نقرات که همون تن، تنن، تانه و غیره بود که اونها رو هم شناختیم، یا بر روی بیت تازه‌ای یا حالا ترکیبی از در واقع بیت و نقرات اجرا می شده. در واقع به این کار تشییع، بازگشت یا بازگوی گفته می شده. در انتهای تشییع هم مثل انتهای میانخانه به لحن طریقه باز می گشتن، حالا صرف نظر از اینکه روی بیت خونده بشه یا روی ارکان نقرات. حالا با فرم‌های خردساختار، فرم‌های آوازی و اولینشون یعنی قول آغاز می‌کنیم. قول در واقع نوعی تصنیف بوده که اون فرمی که ازش صحبت کردیم و 3 مرحله داشت، سرخانه، میانخانه و بازگشت، رو برای شعر عربی به کار می گرفته. اجرای صوت یا میانخانه بر اساس نظر مراغی به اختیار مصنف بوده، اما بنایی و میرصدرالدین قزوینی به صراحت از عدم اجرای میانخانه صحبت کردن. نجم الدین کوکبی بخارایی هم به همین ترتیب اشاره میکنه که شرط در این تصنیف آن است که تمامی او به 2 سرخانه و بازگوی باشد، اگرچه بعضی از استادان میانخانه بستند. اینجا هم داره اشاره میکنه که برخی استادان میانخانه رو اجرا نمیکنن. فرم بعدی غزل هستش که دقیقاً مشابه قول هست، با این تفاوت که بر شعر فارسی اجرا میشه. قول بر شعر عربی بود، غزل بر شعر فارسی و تمامی نکاتی که اونجا در مورد قول صادقه در مورد غزل هم صادق. فرم بعدی ترانه که اون هم در واقع مشابه قوله، اما با شعری به بحر رباعی، چه فارسی و چه عربی اجرا می شده. مراغی وجود میانخانه هم باز در این نوع تصنیف یعنی ترانه به اختیار مصنف گذاشته. یکی از فرم‌های مهم در واقع بسیط هستش که عبدالقادر مرغی اون رو از اجزای نوبت مرتب میدونه که حالا جلوتر قراره بهش اشاره بکنیم، مشروط به این که به صورت منفرد و جدا از نوبت تصنیف میشه. در جایی هم اشاره کرده که اشعارش باید عربی باشن و اینکه بر دورهای ایقاعی ثقیل اول، ثقیل ثانی و رمل ساخته بشه. بنایی هم اون رو تصنیفی با 2 سرخانه و میانخانه اما بدون بازگوی معرفی میکنه. اگه بخوایم نکاتش رو خلاصه بکنیم، بسیط فرمیه که 2 سرخانه و میانخانه بدون بازگوی بوده. مراغی اون رو قطعه مفرد تألیف شده بر اشعار عربی و دارای طریقه، صوت و تشییع ذکر کرده. مراغی اونها رو به 2 گونه دارای صوت الوسط و فاقد صوت الوسط میدونه که در هر 2 صورت بایستی دارای بازگشت باشه. حالا در مورد برخی فرم ها من این کار رو براتون انجام دادم، یه مقدار ویژگی های خلاصه شده و فشرده اونها رو هم ذکر کردم که به خاطر سپردنشون براتون راحت تر باشه. فرم بعدی
عمل هستش که با شعر فارسی اجرا می شده و مراغی در موردش میگه که میتونه میانخانه نداشته باشه یا حتی به جای یک میانخانه یعنی نه تنها میانخانه داشته باشه بلکه 2 میانخانه هم داشته باشه. پس هم عنوان شده که میتونه میانخانه نداشته باشه و هم یک عدد داشته باشه و یا حتی 2 میانخانه داشته باشه. معمولا در ادوار سبک و کوتاه مثل رمل، مخمس و هزج ساخته می شده. بنایی هم به همون نکته اشاره کرده که داره میانخانه هستش یا گاهن 2 میانخانه در اون اجرا می شده. کوکبی هم در مورد میانخانه همین نکته رو گفته، اما شعر رو به هر زبان در واقع اشاره کرده بهش، چه فارسی چه عربی و چه ترکی اجراش در عمل مجاز بوده، در حالی که گفتیم مراغی اشاره کرده بوده که شعرش الزاماً باید فارسی باشه. دوباره اگه بخوایم نکاتش رو خلاصه بکنیم در مورد عمل، لحنیه که دارای شعر مشتمل بر 2 سرخانه، میانخانه و بازگوی، گاهی مشتمل بر 2 میانخانه و 2 بازگوی همونطور که اشاره کردیم و مراغی در موردش تاکید میکنه که به ابیات پارسی اجرا میشه، اما خب دیدیم که بنایی گفته بود که میشه به ترکی و عربی هم اجرا بشه. همچنین اون رو بر طریقه جدول میدونه که 2 صوت و 2 بازگشت داره. فرم بعدی کار هستش که متأخر تر نسبت به بقیه و عبدالقادر و معاصرانش ازش صحبت نکرده، اما در برخی نسخ عثمانی برخی از تصانیفو که به مراغی نسبت داده اونها رو در فرم کار معرفی کرده. حالا فرم کار یا اصطلاح کار رو کوکبی به معنای مطلق تصنیف در شرح قسمت‌های مختلف نوبت به کار برده، ولی قزوینی اون رو مثل عملی در واقع معرفی میکنه که در آن از نقرات ابتدا میکردن. یکی از فرم‌های مهم دیگر نشید هستش که ظاهراً بر اساس حالا مثالی که عبدالقادر آورده تشییع نداشته، اما به هر حال وجه مشخص اصلیشون بوده که قبل از هر قسمت طریقه جدول و طریقه مطلب و صوت، همونی که بهش اشاره کردیم، 1-2 بیت متفاوت با ابیات این قسمت ها اجرا می شده، اما از شعری واحد با وزن آزاد و بدون ایقاع خوانده می شده. یکی از نکات مهمی که در مورد نشید هست همین است که اینجا هم براتون متمایزش کردم. حالا اگر اشعاری که در نشید به کار میره عربی باشن، به اون فرم در واقع نشید عرب گفته میشه و اگر به فارسی باشه اون رو نشید عجم مینامند. در این فرم 2 بیت رو به نثر نغمات همراه با تحریر به حرکات حلقی و 2 بیت رو به نظم نغمات اشاره میکردن. این نکاتیه که شاید به نحوی بتونن ازش سوال بدن در کنکور، بعد نیست که بدونید. پس در نشید 2 بیت به نثر نغمات و 2 بیت به نظم نغمات اجرا می شده. فرم بعدی همچنان ذیل فرم‌های آوازی قول مرصع هستش. در مورد این فرم هم هرچند خیلی توضیح دقیقی نیست، اما به احتمال قوی تصنیفی بوده که از فرم قول تبعیت میکرده و وجه تمایزش این بوده که در اون ابیات عربی، فارسی و گاهن ترکی استفاده میشده و 3 نوع تصنیف تحت عنوان نقش، صوت و هوایی از این فرم ساخته میشده. فرم بعدی
نقش هستش که یک فرمی بوده که یک لحن یا تم داشته و بر روی همه ابیات همون یک لحن تکرار می شده. در مقایسه با تعریف مراغی از صوت اینطور به نظر میرسه که در نقش لحن میتونسته طولانی تر از بیت باشه و انتهای اون با الفاظ نقرات پر بشه. یکی از نکات مهمشه که حالا جلوتر بریم قابل مقایسه هم هست. یا قزوینی در جای اشاره میکنه که در نقش لحن رو با الفاظی مثل یلا یللا هم میخوندن که تقریبا همون نکته‌ای میشه که مراغی بهش اشاره میکنه که تتمه لحن با الفاظ نقرات پر میشده. نکته‌ای که هست اینه که مراغی این اصطلاح نقش رو در یک مفهوم کلی‌تری هم به کار میبرده. مثلا اینطور در مورد پیشرو میگه یک نقش یا بیشتر رو در آخر هر خانه مکرر کنند و آن را سربند پیشرو گویند. حالا انگار جدا از این که این یک فرم هم بوده، به صورت کلی‌تری هم از این اصطلاح استفاده میشه. فرم بعدی صوت هستش که مثل نقشه، با این تفاوت که شعر، لحن و دور ایقایی همزمان با هم تموم میشن. یعنی برخلاف نقشه گفتیم انتهای لحن که دیگه شعر تموم شده با حالا ادای در واقع الفاظی از نقرات میاد، اما در مورد صوت اینطور نیست و طول لحن و دور و بیت مساویه و همزمان با هم تمام میشده. قزوینی هم اشعارمون رو، یعنی تعداد ابیاتش رو 3 بیت معرفی میکرده و بیش از اون رو مجاز نمیدونسته و در ادامه اضافه میکنه که بعد از شعر لحن روی الفاظ نقرات خوانده میشده و دوباره به مصرع دوم باز میگشت. مراغی نوعی از صوت رو که در بحر رمل محذوف یا دور رمل اجرا می شده رو معتدل نامگذاری میکرده. این یکی از نکاتی میتونه باشه که ازش میشه سوال داد و صوت معتدل بنابراین صوتیه که در بحر رمل محذوف یا دور رمل ساخته و اجرا شده باشه. نکات صوت رو اگر بخوایم مجددا خلاصه بکنیم، لحنی که دارای شعره، متشکل از یک خانه است که در سراسر قطعه تکرار می شده مثل نقش. برخی صوت رو هوایی هم نامگذاری کردن که فاقد میانخانه یا بیت الوسط و تشییع یا بازگشت هستش. یه نکته مراغی در مورد هوایی اشاره میکنه و اون رو اخف اصناف تصانیف معرفی میکنه یا اون رو تصنیفی مردمزاد میدونه، یعنی تصنیف خیلی سبک و ساده ای انگار شناخته میشده که به صورت روزمره در دهان مردم اجرا میشده و یه نکته در موردش میگه که اقرب باشد به قلوب ناس، یه چیزی شاید شبیه موسیقی کوچه بازاری خودمون بشه ازش یاد کرد. طبقه بندی بعدی فرم های سازی هستش. تا اینجا ما در مورد فرم های آوازی صحبت کردیم و حالا به فرم های سازی ذیل فرم های خردساختا خواهیم پرداخت. پیشرو یکی از مهمترین فرم های سازی هستش که ساختارش مبتنی بر ترجیبند، محدودیت و اجبارهای کمتری داره. یکی از مهمترین نکاتی که در موردش هست اینه که تعداد الحان متمایزی که توش به کار میرفته معین نبوده و حتی تا 15 لحن هم میتونسته برسه. در پیشرو الحان متمایز و یعنی هر یک از ملودی هایی که توش به کار میرفته رو خانه یا بیت میگفتن و اون لحنی که به صورت ترجیباً تکرار میشده رو
سربند میگفتن. یک فرمی دیگری هم وجود داره تحت عنوان زخمه که به اسم ساده سازی قابل مقایسه با صوت و نقش هستش که عبارت بوده از یک خانه پیشرو و قزوینی اون رو بی‌بیتی یا سربند مینامیده. نکته یکی حالا این هم باز از نکاتیه که میشه ازش در کنکور سوال داد. پس قسم ساده سازی قابل مقایسه با صوت و نقش زخمه نام داشته که عبارت بوده از یک خانه پیشرو. نکاتش رو مجدد خلاصه بکنیم: لحنی که فاقد شعر یا کلامه، متشکل از واحدهای ملودیکی به نام بیت یا خانه هستش. سربند تکرار ترجیباً گونه یک واحد ملودیک در انتهای هر یک از بیوت هستش. بنابراین پس یک بیت اجرا می شده بعد سربند می بوده و همینطور تا انتها. پیشرو غالباً در بحرها یا ادوار ایقاعی سبک ساخته می شده. حالا می رسیم به فرم‌های کلان ساختار و نوبت مرتب. نوبت مرتب 4 قسمت داشته: قول، غزل، ترانه و فروداشت که این قسمت انتهایی که عنوانش فروداشت است در واقع قول دومی بوده که در انتها اجرا می شده و نوبت رو به پایان می رسونده. نوبت مرتب معمولا در ادوار ثقیل اول، ثقیل ثانی یا ثقیل رمل ساخته می شده، اما مراغی در دور ترکیه است و دور فاختی هم نوبت مرتب ساخته. همچنین بخش پنجمی رو به این ساختار اضافه کرده که اون رو مستزاد نامیده و شرط کرده که در تشییع اون همه اشعار، ابیات و حالا صنایعی که در قسمت‌های دیگر نوبت به کار رفته در مستزاد هم اجرا بشه. پس این نکته در مورد مستزاد از اون نکاتیه که لازمه بیشتر بهش توجه بکنید. در اون ساختار 4 قسمتی نوبت مرتب مراغی قسمت دیگری رو بهش اضافه کرده، یعنی قسمت پنجمی رو بهش اضافه کرد که تحت عنوان مستزاد نامگذاریش کرد. در کنار حالا این اقسام تصانیفی که تا اینجا در موردشون صحبت کردیم، 2 فن آهنگسازی کلی هم در مورد این تصانیف وجود داره که احتمالاً دیده باشین توی سوالات کنکور ازشون سوال اومده و در واقع موضوع مهمی هست برای کنکور حداقل. این 2 فن یکی کل و ضروب هست و دیگری کل نغم که اولی یعنی کل و ضروب خودش 2 نوع بوده، یکی کل و ضروب متوالی و دیگری کل و ضروب معن یا مع. کل و ضروب متوالی در واقع نوعی از آهنگسازی بوده که در اون همه ادوار ایقاعی به صورت متوالی اجرا می شده و در انتها به اون دور اولی که معرفی شده بود برمیگشت. اما در کل و ضروب مع یا معن در اون 2 یا چند دور ایقاعی رو همزمان با هم اجرا می کردن و در حالت اول یعنی با 2 دور اون رو ضربین نامگذاری می کردن. پس اگر همه ادوار ایقاعی به صورت متوالی اجرا بشن به این نوع آهنگسازی میگن کل و ضروب متوالی، و اگر در اون 2 یا چند دور به صورت همزمان بیان کل و ضروب معن رو میسازن که اگر تعداد دورهایی که به کار رفته 2 عدد باشه به اون ضربین گفته میشه. و فن بعدی کل نغم هست که اون هم 2 نوع بوده. یکی این که همه مقام ها، آوازه ها و شعبه ها رو در یک تصنیف به صورت یک جا می آوردن، چیزی شبیه به کاری که در کل و ضروب در مورد ادوار ایقاعی داشتیم. و نوع دیگرش اینه که تصنیف رو به گونه‌ای می ساختن که
همه درجات گام 17 قسمتی که صفی‌الدین معرفی کرده در اون استفاده میشه. پس کلون نغم هم دو نوع داره، یکی اینکه تمامی به اصطلاح مودهای موسیقایی، قبیلت مقام ها، آوازها و شعبه ها به صورت در واقع یک جا در یک تصنیف اجرا می شده، و دیگری این که از تمامی درجات گام بالقوه موسیقی تیموریان در یک تصنیف استفاده می شده. من سعی کردم خیلی خلاصه و فشرده به ویژگی های اقسام تصانیف اشاره بکنم. همونطور که در ابتدای ویدیو بهش اشاره کردم، شما میتونید خیلی مفصل‌تر در منابعی که معرفی کردم این مبحث رو مطالعه بکنید و پیگیری بکنید. همونطور که لابلای در واقع تصاویر دیدین، یک سری از ویژگی‌های مهم برخی فرم‌های جداگانه نوشتم براتون که به خاطر سپردن اونها رو براتون راحت‌تر بکنه. این کار رو میتونید به شیوه خودتون و به زبان خودتون برای سایر فرم‌ها هم انجام بدین و این کار رو برای خودتون راحت‌تر بکنید. به صورت کلی دیده میشه که یک تست یا حداقل یک تست در کنکور از این مبحث بیاد، شاید در نگاه اول سخت به نظر برسه و حالا برخی از داوطلبا از این موضوع به نوعی فراری هستند، اما واقعا انقدر پیچیده نیست و شاید چون حالا برخی اصطلاحات ثقیل و ناآشنا توش به کار میره اینطور به نظر برسه که مبحث سختی، اما اگه همین ویدیو و همین نکاتی که اینجا بهش اشاره کردم رو در ذهنتون داشته باشین، به احتمال خیلی زیاد بتونید خیلی راحت به سوالاتی که از این مبحث در کنکور میاد پاسخ بدید. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، در قسمت بعدی ما از این مبحث خارج میشیم و رهیافت سنتگرایانه رو در موردش صحبت میکنیم که حالا یه سری نکات در همون رهیافت در مورد موسیقی دوران تیموریان هست که تعمدن یک سری از نکات حالا نسبتا مهم از موسیقی این دوران رو نگه داشتم که اونجا دیگه مجزا وقتی بهش اشاره میکنم بهتر در ذهن بمونه، اما کلیت ماجرا مربوط به رهیافت سنتگرایانه خواهد بود و بعد از اون به رهیافت پدیدارشناسانه خواهیم رسید و کم کم وارد شناخت ساختار ردیف خواهیم شد. امیدوارم که ویدیوی امروز و این قسمت هم به دردتون بخوره و به اولا درک بهتر موسیقی این دوران و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات کنکور به کارتون بیاد و براتون مفید باشه. تا قسمت بعدی، خداحافظ.